سلام. از روزی که ما تصمیم گرفتیم بریم به سمت پناهگاهی که خارج از شهر آمل هست، یعنی تو شهر محمودآباد هست، و به این فرشته های خوشگلی که منتظر ما بودن کمک کنیم. داستان از اونجا شروع میشه که آقای خلیلی که مسئول این پناهگاه هست به من زنگ زد و گفتش کسی کار اصلاح و شستشوی این بچه ها رو انجام نمیده، شما انجام میدید؟ گفتم چرا که نه، حتما ما انجام میدیم و تیم خوب آرایش و اصلاح خودم رو فرستادم به اون مجموعه. داخل اون مجموعه چند تا سگ خیلی زیبا بودن. یکی بود که چشم نداشت و کور بود و غذاش رو از طریق بو کشیدن پیدا میکرد جاش رو. یکی دست نداشت، دستش قطع بود، یکی دیگه یک پاش قطع بود و این کوچولوهای دوست داشتنی کارشون اون روز کامل انجام شد، شیو انجام شد، بهشون سر زدیم و الان تو راه برگشت دارید تصاویر رو میبینید. لطفاً با حیوانات مهربون باشید.